سلام بچه، خوش اومدید با یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با آنباکس لیزر که همراه هدفونم خریده بودم. میریم سراغ آنباکس. لیتس گو. خب این لیزرمونه، خب که همچین چندان بدی نیست. خب این الان ما میریم بازش میکنیم برای شما. ببینید این هم از این از خود لیزر. این هم شارژرشه که اینجا میخوره توی و اینجا میخوره به دو شاخه و دو شاخه میره تو بخت و این میخوره به اینجا و شارژ میکنه. اینم برای فکر کنم نمیدونم چیه، حالا فکر کنم روی اینو میبنده، روی اینو میبنده که مثلا دیگه دست چیزی روش بخوره چی نشه، روشن نشه. اینم از نورش مثلا چندان بد نیست. نگاه کنید مثلا اونجا دور قشنگ میندازه. تازه این 3 کیلومتر رو راحت میندازه. خب مثلا راحت 3 کیلومتر رو میندازه. خب بعدش این که 3 کیلومتر میندازه، این الان شارژ نداره. این اگه شارژ داشت من میتونم بزنمش یه شارژ، یعنی تا این شارژ بشه طول میکشه و منم باید زود ویدیو برای شما بذارم. گفتم زود برای شما اینو بذارم و بریم برای بازی ها که شروع کنیم. بازی ها رو مثلا ما کرافت هاردمون مونده، فوتبالیامون مونده، خیلی از بازی هامون موندن که ما انجامشون ندادیم. میریم سراغ قیمت و آخرای فیلم، آخرای یعنی ویدیو. من این لیزر رو از کلوب خریدم، مثل هدفون از کلوب خریدم. از همون جایی که هدفون رو خریدم همینم خریدم که واسه من 340,000 تومان افتاد که بازم پول تولدم بود که من 1,150,000 جور شد. رفتم اونو و اینو خریدم. گفتم 3 کیلومتر میندازه و اینم از قیمتش. و حالا به درد چه جایی میخوره. خب فقط نگاه کن، مثلا اینو بذارم بهتون میگم. کنید گفته مثلا گفته شبا مثلا میشه بندازی توی آسمون، حتی مثلا بازی کنی. خب به درد اونجا میخوره و دوباره به درد مدرسه مثلا ضرب، مثلا یه درسی میخواد بدی، میگه مثلا نمیتونه مثلا دستشو قشنگ بذاره روش، اینو میگیره میگه فلان مثلا 2 ضرب در 3 میشه، شما باید بگید. و اینم گفته زیر دریا مثلا میخواد بندازید یه چیزی رو که چه نور بندازید تو چشمش که بره، اینم به درد اون میخوره. و اینجا هم که میگه شبا تو باقی جایی باشید بندازید که مثلا حیوانی چیزی خواست به شما حمله کنه، نور بخوره به چشمش و اون در بره، باعث میشه که در بره. و گفته توی چشم نندازید. و اینجا گفته بچه ها مثلا بازی میکنن اونجا نندازید و رنگ سبز و قرمز و آبی داره. اینم از لیزر من بود که گفتم 340,000 تومان واسه من افتاد و از کلوپای صوتی تصویری خریدم. همه کلوپای صوتی تصویری دارن. اینو من از اونجا خریدم. پس لایک کامنت یادتون نره. این ویدیو رو هم حتما به دوستاتون بفرستین، لایک کامنت کنن، دنبالم بکنن. دیگه هیچی نمیگم. خدا حافظ و پیس اوت.